لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكو. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر. آمد روز فرزندان و تنجی امانی سری پلیک لوین طلا خوش آمدید و تا سال نوی دیگر همه را به مراد مقصد رسونه خیلی شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام على من يشكو. لما تذل ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكو. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكو. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر. تنجی امانی کنیم بله ها را دور کنه غیبا را وادیر کنه خداوند تعالی همه دنیا را تنجی امانی کنه خداوند تعالی هیچ وقت در هیچ جا چی نشنویم پروردگار ربنا آتینا فی دنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار را برحمتک کرد. الله اکبر. چون نگرفتی دوستانی عزیز، عید سعید فیتر مبارک باشد به هر یک شما. با کمال ادب، احترام، محبت و صمیمیت خاص شما و اهل پیوندانتان را با آمد عید شریف رمضان تبریک و تهنیت گفته برایتان در این لحظه های مبارک طلب و نیت های نیک دوستانه را از درگاه یزدان پاک تمنا دارم. الهی بر رزقتان برکات، به حسنتان نور الهی، به زندگیتان عافیت، به خاندانتان آسایش، به عشقتان ثبات، به مهرتان وفا، به عمرتان عزت، به عهدتان صدق و وجودتان صحتی عطا فرماید. بگذار خداوند از مهربانی هایشان سرفراز گرداند. برایتان خوشبختی هر دو عالم را تمنا دارم. دوستان عزیز، بار دیگر عید سعید فیتر مبارک باشد. این ایجاد دوستان عزیز ما دسترخوان تیار کردیم و ایالا کودکا آمده استن ایدگردکشان داده استیم. یک پچکه زوچکه ستگه جا ایاک لاو داده استیم. آنها نخی یک نمود بارانی سخت بارید که در ساعت 8 چنده 8 نیمه بکتن یک نمود شاخنه هم بارید بارانی سخت بوده که با یک بارانی که نگاه نکرده همه ایدگردک هسته یک سنگی یک سنگی جهد چیزی عجیب است. دفعه تاکی باران دمانده و نم کچی شده بینید آمده نه یک لب ایدگردک هستن زانتیکاشان کچی آمده گیان نم خیلی دوستانی عزیز. ایدی هر یک شما یک بار دیگه مبارک باشد. دیره بینید با بارانی و با همه خنک هوا خنکه کده بای خنکی ها نگاه نکده ایا اکلا و کودکا هم که خرسندی کده با چقدر شوق و حواس زیاد آمده هم که اید کدستن. خدا جان بارانای نیک باشه، از آفت های طبیعی خداوند نگهبان باشه هر یک مورد که در چند جا سرزنی و چیزا شده که به هدیه موزیک شدن که در رمضان در عرفه عید
بسیار بیچاره و به خونه و در موندن. برام خدا جان در حقشان دعا کنیم. از غصه دل گفتم به نگهبان هر گونه آفت‌های افسوس که ماهی رمضان رفت مبارک بود. نمخه باران بارید. نوربانو دختر جان ما ایدگردک رفته بود، ولی کریم جان خواه دادرش خواه از خودش ایدگردک رفت. آمده یک سکه چی منم خیلی ایدگردکی آورده. بینه قدر زوجکه روز می ساعتی قریب 9 زوجکای ما تمام شد و از زوجکای یک منجی که دیگه گرفته تقسیم کردم. بفکرم تا تمام شده زوجکای هم تمام میشه. نه تخم را عجیب نکلین که چای خسرو کداین هم خیلی تخمش داداینم زوجکا و چی و امید خلطه چای را وقتی که در زمین ریختم چی دیادم زد. خودمون کودکی در عید میکردیم. بعد عید می آمده منم خلطه چای را میریختیم حساب میکردیم که چند تا زوجکا کردم، چند تا پفک، چند تا چوپا چوپ. گفته قطعی هم که دگانه هامان دخترها قطعی همه کسا هم خیلی میکرد. هر کس اخچه حساب میکرد که کی چند که کدگی کردم. نم خیلی بیرون در باران باریده است ولی خیلی کم شده خیلی باران. نوربانو آمده باید که از در شب گیره کرد با یک بار دیگر کریم جان بیرون ببره. نم خیلی دوستانی عزیز ما همینجا در تیار کردیم همه چیره شیشتیم به حضور در کردستیم. نه کریم جان ما تیار شدی جده ای خوش خست تختخ کهسته ایدگردکی رفت. خانه همسایه گردکی رفت استه. این دری ما ایده طرفه ایسنی بالکن هم در داریم. ایسنی پیشم برای ما آدم ها بسیار دو طرفه میوین هم ایسی میان با ایوسن برای همو چیزمون کم میشه. زوجکمون تست تمام شد. برای ما از زوجکای نوربانو یک منجیکش گرفتن تقسیم کردیم رو و هم قریب تمام شد. همیز بچه کودک ها تقسیم کردن نگیریم نصیب باشد. من فکر کردم خیلی کودک بسیار نمیه که در این بارانی هم به این بارانی نگاه نکرده ببینن اولی هم کودک ها اید کردستن. ساعت رو 10 شده استای. اینم خیلی کریم جانی ما اید گردک رفت اید میکنه از این میویه. انا اینجا در وجه کریم جان اید گردک آمده خلطه چشه گرفته آورده کمتر اید کده تمام یک چیز نداده بسیار گشتم بس امکانه گه یک سکر چی کده میشه آمده نمخلی یک از وچه ایدم تخمش دادن زوجکش دادن او خیلی دوستون عزیز آمده دتا گوکو نه یک تسکیه ایدیم بایا گفتیم. چی گفتی؟ ایدیم بایا بالا هم بکن. ایدیم بایا گفتیم. ایدیم بایا و چی دادنند؟ زشکان پای قدم مالادیس نه بچه من همه قدر زوجکه جمع قدر گرفته آورده یا پفاک دیگه ایدی مبارک گفته زوجکش داده. شما هم رفتن ایدی مبارک بگن زوجکتان میتونه کریم چه خیلی بگن؟ ایدی مبارک انا میسام خیلی تیاکم انا بود هم خیلی دوستان عزیز ایجاده اینا شوربای من جوشیده است تیار شده است. از کارتشکا و پیازشا نداختم که از کارتشکا و پیازشا میدازم تمام بعد مرحمت خانه ما اید گردکی بیاین ایدی شما یک بار دیگه مبارکش باشد. ویدیو خدا در انجام تمام میکنم دوستان عزیز. خیر با تا ویدیوها و ولاگ های آینده رو